سرخط خبرها: حرکت برخی نمود نقلیات در راه دوشنبه چناق محدود شد. نزدیکان چهارشنبه اف گفتند به او خوراک بردند ولی وکیل ندارند. و فوتبال بازی تاجیک یکی از بهترین بازیگران لیگ قهرمان‌های آسیا 2021 اعلان شد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به اولین برنامه نوید در سال 2022. من مولا رجب یوسفی هستم. نمایندگان شرکت ایرس میگن حرکت برخی نمود نقلیات در راه دوشنبه چناق را منع کردند. این شرکت مسئول نگاهبین و جمع‌آوری مبلغ در راه پولکی صبح 3 ینور با پخش خبرنامه گفت در منطقه ورزا بارش برف به نهایت شدید بوده. کارمندان فیلیال شرکت با استفاده از امکانات‌های موجوده کوشش به خرج داده ایستادند تا حرکت منظم و بی خطر نقلیات تامین باشد. یک مسئول شرکت ساعت قبل به رادیوی آزادی گفت در منطقه ورزا برف به 70 سانتیمتر رسیده است. در اطلاعیه شرکت آمده است راه گشوده است، اما برای عبور نقلیات‌های بارکش فوره و اتومبیل‌های پرتسپدار اجازه نیست. راه دوشنبه چناق که پایتخت را به شمال کشور می‌پیوندد روز 1 ینور موقتاً بسته شده بود. پیوندان چهارشنبه اف رزمکار محاربه‌های بدون قاعده یا MMA که بعد اخراج از روسیه در دوشنبه دستگیر شد میگویند درباره اتهام‌های اعلان کرده مقامات تفصیلات ندارند. دادستان ناحیه شاه منصور پایتخت ورزشگر را به برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و کوشش برای سرنگونی حاکمیت گمان بردانست، اما سبب آن را شرح نداد. چهارشنبه را روز 3 دکبر دستگیر کردند. این تصمیم با واکنش‌های جانبداران مخالفانش دچار شد. نزدیکان چهارشنبه روز 31 دکبر به رادیوی آزادی گفتند مقامات تا هنوز پسرشان را به آنها نشان ندادند. مقامات گفتند چهارشنبه با وکیل مدافع تامین است. پیوندانش میگویند که برای او هنوز ادوکات کرا نکردند. به نظر میرسد او با وکیل مدافع دولتی تامین شده است، ولی روز 31 دکبر در دادستان ناحیه شاه منصور به ما نام وکیل دفاع را نگفتند. مقامات بجز از یک خبر که در آن اتهام ضد چهارشنبه را اعلان کردند دیگر هیچ شرحی نمیدهند. دقیق نیست که بر اساس کدام دلیل ها مقامات این ورزشگر را به برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای راه زوراوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی متهم میکنند. ساکنان شهر کولوب از تنبشوی راه‌های مرکزی شهر شکایت دارند. اخیراً مقامات به خاطر حل این مشکل در 4 راهه خیابان اسماعیلی سامانی چراغک نصب کردند، اما مشکل حل نشد. در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کولوب گزارش می‌دهد. حکومت شهر کولوب بعد 2 گزارش رادیوی آزادی در 4 راهه خیابان اسماعیلی سامانی یک چراغک نصب کرد. خدمات مطبوعاتی شهرداری کولوب نصب این چراغک را در شبکه‌های اجتماعی ترغیب دارد، اما ساکنان کولوب میگویند نصب یک چراغک ارزش تبلیغ را ندارد. در بیشتر کوچه‌های مرکزی نبود چراغک و راهبندی ماشین‌ها دیده می‌شود. چهارراهه نزد ترمینال مسافرکشی شهر از جمله جای‌هایی است که به چراغک نیاز دارد. این حالت باعث تنبشوی ماشین‌ها و گشت و گذار ساکنان را در کوچه مرکزی مشکل کرده است. نه جای گذشتن است، نه جای رفتن است، نه اومدن است. گفتی شما این پروب کرده مشکلی بگه پروب کرده میگو کمی خیلی پروب که یکی وزی با بالای آدمو گذشته رفته ایستن پیش خود پیاده گردو میروند در این نمیومد که بگذارم بروند. ساکنان کولوب میگویند که یک چراغک نو نصب بوده فعال و موجود بوده هایش نیمه کاره اند و یا فعال نیستند. در مرکز کولوب یگانه راه الترناتیوی راه طریق محله دمینزاده بود. این راه تنبشوی را در شهر کم میکرد، اما پل این راه را کنده تعمیرش را شروع کرده اند. ساکنان میگویند که تعمیر این راه خیلی آهسته به پیش می رود. اینا کرده استان اگر همین چیکانی بیتون شکل بریزن قدر هم نمیکشم مثلا میگم اگر کار تیزی کار درون کار اگر کنم. با گفته ساکنان نصب چراغک نو و تبلیغ آن مشکل تنبشوی را حل نکرد. حالا مکانی که چراغک نصب شده است در آنجا هیچ احتیاج به چراغک نبود. کارناشیان و نیمه فعال بودن بعضی چراغک‌های کهنه مشکل عمده در راه‌های اساسی میباشد. در شهرداری کولوب هم گفتند که آنها تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما ساکنان به وعده شهرداری باور ندارند. اینا کوپرکورا کندن، اینا لاوا چیورا کانالورا کندن، همینجوری اسکواتر کنده که ساز میکنیم تو حاضر ساز نکردن. مردم گذشته رفتن نمیتونن، با جای کارشون به طرف مکتب رفتن نمیتونن، گذشته نمیتونن، همه لای چل همه آولو گذشته نمیتونن، قینه گذشته رفتن اومدن بعضی تی ساز نکردستن.
شهر کلوب در جنوب تاجیکستان سومین شهر بزرگ به حساب می رود. اهالیش حدود 200,000 را تشکیل می دهد. اما نیمه فعال یا فعال نبودن چراغک ها و تنبشوی ماشین ها در 5 سال اخیر مشکل حل نشده شهرداری به حساب می رود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با ختم نظرسنجی‌هایش تیم منتخبی لیگ قهرمان‌های آسیا 2021 را اعلان کرد. طبق این نظرسنجی فوتبالباز شناخته تاجیک منوچهر سفروف بهترین حمایتگری لیگ قهرمان‌های آسیا در سال 2021 شناخته شد. در نظرسنجی که سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای معین کردن 11 بهترین بازیگر لیگ قهرمان‌های آسیا در سال 2021 برگزار کرد، از منوچهر سفروف با عنوان یکی از بهترین حمایتگران نام برده شده است. منوچهر سفروف بازیگر پیشینی دسته استقلال می باشد و حالا در دسته پرسپولیس تهران هنرنمایی می کند. او ماه دکمبر سال گذشته با این دسته شناخته ایرانی به مهلت 3 سال قرارداد امضا کرد. منوچهر سفروف سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا خوب هنرنمایی کرد و 2 گل او در بازی مقابل قهرمان این دور مسابقه الهلال که با پیروزی استقلال با حساب 4-1 انجام یافت باعث توصیف زیاد از جانب کارشناسان گردید. بنا به اطلاع رسمی سال 2022 برای فعالیت مجلس نمایندگان تاجیکستان و ساختارهای آن در عمان بیشتر از 21,100,000 سومانی خرج می شود. در جلسه آخرین پلات پایانی پارلمان در روز 29 دکمبر هنگام بررسی خراجات سال نو گفتند که موافق قانون درباره بودجه دولت جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 برای مجلس نمایندگان و ساختارهای آن 21,155,200 سومانی یا اندک بیشتر از $2 میلیون جدا شده است. در این جلسه جمشید مرتضی‌زاده رئیس کمیسیون عاید به نظارت دستور و تشکیل کار گفته است که برای معاش ماموران دستگاه مجلس نمایندگان که 118 نفر هستند 717,000 سومانی و برای هیئت تکنیکی و خدمترسانی که 162 نفر را تشکیل می‌دهند 124,000 سومانی پیشنهاد شده است. در تاجیکستان اطلاع درباره صرف و خرج نهادهای دولتی بسیار کم نشر می‌شود و از این نظر مقامات رسمی را به پنهانکاری و ناشفافی در کارشان در رسانه‌ها تنقید می‌کنند. مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان بوده 63 وکیل دارد. منتقدان این نهاد قانونگذاری را برای کمفعالی و بدون بحث و بررسی قبول کردن قانون‌ها تنقید می‌کنند، ولی خود وکیلان این را رد می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 ژانویه را فرا می‌گیرد. 3 январи соли 1880 таваллуди охирин амири Бухоро Олимхон аст. баъди беш аз 170 соли ҳукмронии сулолаи манғитиҳо ва инқилоби болшевикӣ ки онро бархи ишғолгарии русҳо ҳам меноманд, Саид Амир Олимхон 5 апрели соли 1921 сарзамини Бухороро тарк карда ба хоки Афғонистон гузашт. давраи Олимхонро таърихшиносон аз ҷумла рӯшанфикрони мисли Аҳмади Дониш барои фасод ва рукуди ахлоқиву идорӣ интиқод мекунанд. аморат рисолаташро дар ҳифзи арзишҳои исломӣ медид. Амир Олимхон соли 1944 дар Кобул даргузашт ва охирин васияти ӯ интиқоли ҷасадаш ба Бухоро ҳеҷ гоҳ иҷро нашуд. аз январи соли 2011 дар Тоҷикистон синни ақди никоҳи шаҳрвандон 1 сол боло бурда шуд, яъне ба духтарон иҷоза шуд ки аз 18-солагӣ оила барпо кунанд. як далели мақомот пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳову талоқҳои барвақтӣ ва далели дигар кӯмак дар идомаи таҳсили духтарон баъди хатми мактаби миёна гуфта мешуд. 3 январи соли 2011 риштаи умри журналисти радиои Озодӣ дар Москва ва нависандаи тоҷик Муҳаммад Раҳими Сайдар канда шуд. ӯ яке аз муборизони мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва бозгашт ба хати ниёгон буд. ҳикояҳояш аз ҳаёти мардуми рӯсто бо мӯъҷазбаёниву интихоби мавзӯяш ситоиш мешуд ва ӯ танҳо нафаре буд ки бидуни чопи китобе ба узвияти иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. охирин маҷмӯаи гаҳвораи нозаш баъди марги ӯ чоп шудааст. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایین رفته، ارزش دلار باشد بی تغییر است. حالا در بانک های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سامانه عوض می کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سامانه برابر است.
بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه نویدی بامدادی ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت و ساعت شما را با خبرهای تازه انتظاریم.